به نام خداوندی که به اندازه مهربان و نهایت با رحم است آغاز میکنم. البته خداوند انسانیت را آفریده است و بالای آن احکامهای خود را امر کرده است که باید بنده مؤمن مسلمان کدام کارها را انجام بده و خصوصا ماه مبارک رمضان که یک رکن اساسی دین مبین اسلام است و در ماه مبارک رمضان افرادی که بیمار هستند و طبیب حاذق مسلمان برای روزه نگرفتن آنها توصیه می‌دهد آنها می‌توانند که روزه نگیرند و بعد از یعنی شفا یافتن یا بعد از صحت شدن خود این ماه مبارک رمضان را در ایام دیگر قضا می‌دارند و این چنین نفرانی که در سفر هستند طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نفرانی که به مسافه 120 کیلومتر سفر کردنی هستند آنها هم حق روزه خود را خوردن دارند و بعد از انجام سفر در روزهای دیگر در روزهای مناسب موافق این روزه را قضا می‌دارند و این چنین زنهایی که در عادت ماهیانه قرار دارند یا که تولد کردن در ایام نفاس اصطلاح شرعی میگن قرار دارند اینها هم از گرفتن روزه آزاد هستند و بعد از سپری شدن بعد انجام این روزها در روزهای مناسب روزه خود را قضا می‌دارند و این چنین پیران یعنی موی سفیدان یا ریش سفیدانی که سال خورده یا فرتوت هستند آنها هم میتوانند که روزه خود را بخورند و نفرانی که به بیماری‌های درمان ناپذیر گرفتار هستند و آنها امید بهبودی نیستند آنها از گرفتن روزه آزاد هستند میتوانند که روزه خود را بخورند و در عوض آن فدیه پرداخت کنند همچنان که در خود قرار شورای علما هم این چیز آمده است. در کشور ما شماره گرفتاران کسلی قند سال تا سال می افزاید. شخصانی که بیماری قند دارند باید تیز خوراک خورند و آب نوشند. آیا روزه گرفتن این طایفه شرط است؟ که نفرانی که بیمار هستند برای آنها خوردن روزه اجازه داده شده است و بیمارانی که امید بهبودی از آنها نیست آنها می توانند که روزه خود را بخورند همچنان که شما قید کردید به خصوص افرادی که به بیماری قند گرفتار هستند و بیماری قند این مشکلات فقط مسلمان ها نیست و دیگر غیر مسلمان ها هم به این کسل گرفتار هستند. امروز طبق آمارها زیاده از 600 میلیون افراد کره زمین قریب به این بیماری قند گرفتار هستند. آنها می توانند که روزه خود را بخورند و در عوض آن یعنی فدیه پرداخت کنند به افرادی که کم بی‌زواد و ناتوان هستند یعنی کارناشایان هستند در عوض آن فدیه پرداخت میکنند. حجم معین هست از فدیه؟ فدیه ماه مبارک رمضان برای 30 روز برای افرادی که پیرهای سال خورده هستند یا بیمارانی که درمان ناپذیر هستند به اندازه 360 سامانی معین شده است. برای زنهای شیرده یا زنهای حامله اصلا شیرده دو نوع میشن. شیرده‌ای میشن که به فرزندان خود شیر میدهند یا نفرانی است که دایه میشوند دیگر کودک را برای شیر دادن قبول میکنند اینها هم از نگاه شرعی حق خوردن روزه را دارند. اما زنهای حامله که برای خود یا برای طفل خود یعنی خطر احساس میکنند دین مبین اسلام برای آن خوردن روزه را اجازه داده است و بعد از برطرف شدن این عذر میتوانند که در روزهای دیگر روزه خود را قضا بدارند. بعضی پدر و مادران فرزندان خردسالشان را بر روزه داشتن مجبور می‌سازند. از نگاه اسلام این عمل درست است؟ البته دین مبین اسلام برای احکام‌های او را به جا آوردن برای چی پسر بچه و چی دختر بچه حدی سنی معین مقرر کرده است که این سنی بلاغت است. وقتی که خود پسر بچه خود دختر بچه به سنی بلاغت میرسد آنگاه احکام شرعی بالای او میفروید باید که نماز خود را بخواند و روزه خود را بگیرد و در سن خردسالی از نگاه شرعی برای پدر و مادر چنین دستورات از نگاه شرعی وجود ندارد. اصلا از چند سالگی روزه به گردن انسان قرض می شود؟ اصلا چیزی قبلا هم اشاره کردم بعد از سن بلاغت وقتی چی پسر بچه و چی دختر بچه به سن بلاغت میرسد باید که این احکام شرعی را نماز را و روزه را و حج را اگر امکان داشته باشد یعنی توان مالی داشته باشد اگر البته باید که اجرا نماید. اکثر جوانان امروز نوشاکی‌های گوناگون انرژیتی می نوشند. در دوره رمضان نوشیدن چنین نوشاکی‌ها رواست؟
البته برای نوشیدن نوشاکی ها دین مبین اسلام فقط خوردن نوشاکی ها یا خوردنی های حلال را منع کرده است، خود در رمضان باشه خود در غیر رمضان. اما بهتر میشه، خوبتر میشه که جوانان امروزه ما از خود نوشاکی های وطنی بیشتر استفاده میکردن، هم برای آنها خوبتر و بهتر میبود. مردان نوسکش و سیگارکش هستند که در دوره رمضان آنها را خمار نوس و سیگار میگیرند و عصبانشان ویران شده زن و فرزندان خود را دشنام میدهند. مگر روزه چنین آدمان حلال است؟ از خود روزه به معنای باز ایستادن از خوردن و آشامیدن و از همبستری در برابر این آداب روزه است که انسان باید در ماه مبارک رمضان همچنانی که از خوردن و آشامیدن خود را منع میکند، این چنین از گفتن سخنهای بیهوده، از غیبت کردن، از دشنام و تحقیر کردن نفر باید خودداری کند. همونطور توصیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که حتی نفری به شما درگیر شود یا برخورد کند و سخن ناسزا به شما بگوید، باید بگویید که من روزه دارم. یعنی در برابر سخن تحقیر آمیز او باید بنده جواب به جز نیکی چیزی نگوید. و البته نفرانی که در ماه مبارک رمضان این آداب روزه را رعایت نمیکنند، با تحقیر و دشنام و غیبت و کارهای غیر شرعی مشغول میشوند، از ثواب روزه آنها کاسته میشود و در روزه آنها کراهیت پیدا میشود. کشیدن سیگار و نوس چی ممکن است در این روزه؟ البته کشیدن سیگار و نوس چیزهایی که به بدن انسان ضرر میکند یا زیان میآورد، نه فقط در رمضان، در دیگر دوام سال هم خوردن یا نوشیدن یا استفاده کردن آنها از نگاه شرعی منع است. لیکن همون نوسکشایی که هستن که مثلا عادت نوسکشی دارن، سیگار کشی دارن، لیکن روزه میگیرن، بعد از روزه شکستن باز همون نوس میکشن، سیگار میکشن، همون قبول است روزهشون؟ البته روزه، شرطهای روزه چه پیشتر هم اشاره کردم، نخوردن و نآشامیدن است. اما برای گرفتن کشیدن نوس یا سیگار باید که همین ماه تمرینی است، ماه مشق کردن است. یعنی ماهی است که انسان خودش با تقوای الهی نزدیک میکنه. باید کوشش کنن که در همین ما از این رفتارهای نامشروع و نامطلوبی که به حیات انسان، به جسم و جان انسان منفعتی ندارد، باید که خودداری نمایند. در بین مردم عقیده هست که اصلا رمضان یک روز است، ولی کدام روز بودنش انیق نیست. از همین خاطر بعضی‌ها فقط 3 روز اول، 3 روز بین و 3 روز آخر ماه شریف رمضان را روزه میگیرند. نظر شما به این مسئله چیست؟ البته در مسائل مهم مبارک رمضان در شرایط فعلی یگان عذر پیش آورده نمیشه، چون در شرایط ما قرار داریم که اینترنت و دیگر شبکه ها که فعالا عمل میکنن و هم از اینها برخوردار هستن و استفاده میکنن. و معلوم است که ماه مبارک رمضان منشأ دین، البته هر یک قوانین دینی، هر یک امر الهی که برای مسلمانان فرض شده است، منبع و منشأ او از قرآن شریف است، یعنی از کلام شریف است یا قرآن کلام ربانی است. ما در قرآن عظیم الشان در سوره بقره، یعنی خداوند تاکید کرده است که شهر رمضان الذی، یعنی مدامی که ماه میگوید ماه مبارک رمضان، ماه که گفت ماه یک روز یا 2 روز یا 3 روز نمیشد. بنابراین یک عقیده خطا است، غلط است، یگان معنا ندارد. این یک اعتقادی پوچ یا خرافاتی است که با دین مبین اسلام یگان سازگاری ندارد. بعضی‌ها میگویند که در وقت روزه‌داری روزانه آبازی کردن ممکن نیست، چون که حول بدن برآمده تشنگی میشکند و یا به دهان کس آب رفتنش ممکن است. به همین مسئله روشنی می‌دهید. در حالت گرمی سخت شدید باشد، اگر آبازی کردن روزه کس رو نمیشکند و انسان باید که خود رو احتیاط کنه. اگر رفت و به حلقه و آب رود، البته در این صورت روزه او بیکار میشود، یعنی روزش ویران میشود. اما آبازی کردن در ماه مبارک رمضان روزه را ویران نمیکنه. نه فقط دهان، حتی در حالت طهارت کردن هم انسان دهانش را آب میکند، شیقه میکند. اما مهم همین است که حتی در غرغره کردن باید احتیاط شود که به حلقه او آب نرود. یعنی به حلق نرود. بله، به حلقه آب نرود. اما داخل سنت های طهارت است که در وقت طهارت کردن انسان دهانش را آب شیقه میکند، آب بگرداند و این چنین بینیش را میافشاند. این در رمضان یگان کراهیتی ندارد. سوداگرانی که نرخ را در رمضان بلند میکنند، آنها را چه جزای انتظار است؟ البته این وابسته به انصاف و
ایمان هر یک فرد مسلمان وابستگی دارد. هر یک فردی که مؤمن مسلمان است و به آخرت باوری کامل دارد کوشش میکند که در ماه مبارک رمضان زیان خود را به نفره نرساند، چون که پیامبر علیه السلام بندگان مؤمن را به این کارهای نیک خیر دائم تاکید میکند. خصوصا در ماه مبارک رمضان ماهی است که ماه خیر، سعادت و ماه منفعت و ماهی است که ماه غمخواری و همدردی یکدیگر است. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.